پروردگارا در دنیا به ما خیری بزرگ ده و در آخرت نیز خیری بزرگ عطا فرما و ما را از عذاب آتش حفظ کن. پروردگارا مرا تنها و بی فرزند وا مگذار و تو بهترین وارثی. پروردگارا من به هر خیری که به سویم بفرستی نیازمندم. پروردگارا تو از آنچه پنهان می کنیم و آنچه آشکار می کنیم آگاهی. آری هیچ چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نیست. پروردگارا به من توفیق بده که همیشه شکر نعمتت را به جای آورم و از این حال جدا نشوم، همان نعمتی که بر من و پدر و مادرم ارزانی کردی و اینکه به من توفیق دهی کار شایسته‌ای کنم که تو از آن